پلگین های وردپرس چند قسمت هستند. پلگین های برای فرم سازا هستن، پلگین های فروشگاه ساز هستن که پلگین فروشگاه ساز انقدر قدرتمند هستن اسمش میدونید چیه دیگه؟ چیه اسم فروشگاه سازش؟ ووکامرس. خود ووکامرس با چندین و چند تا دیگه براش پلگین ایجاد کردن که باز امکانات اون ووکامرس میبره بالا. و درگاه بانکی هست که تمام اینها باز پلگین داره. عضویت پولی هست. اتصال وردپرس هست که مثلا برای کار ایمیل مارکتینگمون و اینجور چیزا یه سری پلگین ها هست که میاد وردپرسمون رو متصل میکنه به یه سری سیستم‌های دیگه که اونا رو توضیح میدم. ابزارهای ایمیل مارکتینگ داره. اسلایدر ساز هست و SMTP سرورها برای ارسال ایمیل تکی. عضویت وردپرس. ابزار SEOش هست که چطور مطالبی که میذاریم رو SEO بکنیم. افزایش سرعت سایت هست و در نهایت هم صفحه ساز. پلگین های کاربردی وردپرس اصلا پلگین چیکار میکنه؟ آفرین. خود وردپرس که فقط یه CMSیه که فقط میتونید توش مطلب بذارید. همون ابتدایی که هیچی نداره وقتی مطلب میذارید چند تا باکس بزرگ با طراحی نه چندان جالب زیر هم دیگه قرار میگیرن و اصلا چهره زیبایی نداره. ما میایم از پلاگین ها و از تم ها استفاده میکنیم. وردپرسمون رو علاوه بر اینکه زیباش میکنیم بهش قابلیت های مختلف برای پولسازی بهش میدیم. حالا همونطور که گفتم انواع پلاگین داریم که من به ترتیب اینها رو برای شما توضیح میدم. اولین پلاگین فرمساز هست که میخوام براتون توضیح بدم. پلاگین های فرمساز رو شما میشناسید؟ یه دونه‌شو میشه بگید؟ اون یکی کانتکت فرم 7 فرمسازا هست که کانتکت فرم 7 هست. همینجا کانتکت فرم 7 میاد به شما امکان میده که میتونید فیلدهای مختلف ایجاد کنید. نام مثلا من برای همین دوره همی گفتم که نام خانوادگی، موضوع دوره همی رو بگید. یه قسمت از فیلد ایجاد کردم که اگر سوالی چیزی دارید مطرح کنید. آخر سر یه دونه گوگل ریکپچر گذاشتم که اسمم نشه و در آخر هم ارسال فایل. یه همچین کار ساده‌ای میشه انجام داد و مثلا شما فایل هم حتی مثلا میتونید بذارید. یه همچین کار ساده‌ای میشه انجام داد با کانتکت فرم 7. کانتکت فرم 7 رو معمولا هر تمی که نصب میکنید کانتکت فرم 7 رو هم بهتون میگه که حتما باید بذارید. خب معمولا اگر کارهای ساده‌ای با سایتتون دارید و نمیخواد خیلی کار پیچیده‌ای انجام بدید، مثلا یکی از دوستان من هست که MBTI آموزش میده، پرسشنامه MBTI گذاشته داخل سایتش، با این پرسشنامه ها داره پول در میاره. مثلا طرف میگه مثلا نمیدونم مهمونی میری، نمیدونم اگر دوستاتون بیاد خونتون مثلا چند روز میمونی، حرفا. طرف جواب این سوالا رو میده، آخر سر پرداختش رو انجام میده و بعد مثلا میتونه جوابش رو ببینه. این کارها با گراویتی فرم انجام میشه. گراویتی فرم یکی از فرمسازهای فوق پیشرفته هست که اگر قرار باشه این فرمساز رو کسی براتون برنامه‌نویسیش رو انجام بده شاید حداقل ازتون 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان پول بگیره. فوق‌العاده پیشرفته است. خیلی کارهای حرفه‌ای میشه باش انجام داد که اگر حالا درخواستش باشه کسی بخواد که براشون بیشتر توضیح بدم بدون از این دوره همین میتونم توضیح بدم. ولی گراویتی فرم خیلی اطلاعات حرفه‌ای داره. آره 90. ارزش‌تر تو ژاکت چنده؟ 90 تومنه. فیلی هم داره دیگه. فیلیش هم می‌خوام. من فیلی هیچ من کلا از فیلی نمی‌گیرم. جفتتون هم نتیجه دیدید. آره. اوکی. این مثلا پیروزا یه ابزاری به اسم هامینگبرد. این میزنی سایتتو کامباین میکنه JSR رو نمیدونم خیلی از کارا رو میکنه، سرعت سایتت میشه عالی ترین حالت. این قیمتش 28000 تومان. ولی اگر دوستان رو من دارم بخرم گفت نه من دارم من آپلود کردم روی سرورم، پیام از سرویس دهنده اومد که آره فایل آلوده آپلود شده
و ما چکش نکردم، باید نگاه کنیم قطعا توش کدای مخربانه زیاد هستن، یعنی که رایگانن عاشق چشم ابروی ما نیستن. این دیدن شده باشه. این شما میگید گفت شکسته است. نه من دارم واقعا رایگان رو میدم. خود شرکت رایگان داده بودم. خود در مثلا هامینگبرد در کجا رایگان؟ نه هامینگبرد منظورم نیست. گرافیتی فورم که رایگان نسخه نه من با کانتکت فورم کار میکنم. کلی میگم افسونه ها رو شما میگید خرید میکنید. کانتکت فورم نه مثلا یو آر سئو مثلا الان رایگانه ولی خودتون دوباره میتونید برید پریمیوم پروش کنید که امکانات بیشتری بهتون بده. خب و حضور شما که عرض کنم الان یه چیزی می‌خواستم بگم چرا واسه درگاه برس گفتیم خوشحالی دو قیمتش رو گفتم گرافیتی فورم پس اگر دیدم درخواستش هست کامل براتون توضیح خواهم داد. فروشگاه سازها هستند. فروشگاه سازهایی که وردپرس داره خدا خیرشون بده، فقط همینو میتونن بگم. یعنی رایگان میتونید فروشگاه سازایی رو ایجاد کنید که شرکت‌های طراحی سایت چقدر میگیرن آقای اسماعیلی؟ حداقل 4-5 تا 15 میلیون تومان مثلا کاسمیت راحت 15 میلیون تومان میگیره. بعد پدرتو در میاره. بعد 500 بار زنگ بزنید آقا اینجاشو درست کن. آقا این امکانات میخوام. آقا فلان. دقیقاً کاسمیت 3 ماه طول میکشه. آخرسر منت سرت میذاره که مثلا سایت خوبی برای طراحی کردن. کوتیشن بخواد اضافه کنه به کدش 5 میلیون. یا 1 میلیون. آقا بعدا مثلا میخوای بگی آقا یه همچین چیزی هم اضافه کن باشه قربون مشکل نداره. یه فاکتور برات صادر میکنه 3 میلیون. ببخشید من از همین تهدید استفاده کنم برای فرصت. من مشتریام که میگن آقا سایت برام طراحی کن میگم من با وردپرس طراحی کنم. میگم آقا وردپرس میگم ببین وردپرس من اگر مردم هندم بریم من همیشه اینو میگم آفرین آره به یکی دیگه میتونی بدی آره ولی اگر یه نفر کد اختصاصی برات نوشته باشه هیچی دیگه وقتی مرد تو هم رو بخواب اصلا غیر از مردن آقا تو بیشتر طراحی سایت به مشکل میخوره 100%. ولی وردپرس یه چیزیه که دستت بازه و بیشتر هزینه‌ای که من میگیرم بیشتر به خاطر مشاوره‌ایه که میدم برای طراحی سایت. میگم با طراحی سایت بیرون با 500,000 تومان خود 200,000 تومان برای انجام میدم. یعنی من به راه و روش پول درآوردن رو یاد میدم و از بغلش چقدر پول در میارن. یعنی من برای لینک بیلدینگ علی موسوی بنده خدایی نزدیک 1 میلیون تومان گرفتم. کل هزینه‌ای که برای من در اومد شاید 400-500. همین کارا رو کردی پلیس وقت لینک بیلدینگ هم سئو کامل سئو شما بخواد انجام بدید توش 4.5 تا 5 تا بعد بگیرید دیگه سئو کامل سئو بکنید آره سایت معمول مثلا برای طراحی سایت خیلی بعد 5 میلیون تومان بیشتر باید بگیرید. بازم ممنون. خب ووکامرس چیکار میتونید باش بکنید؟ همه کار میتونید باش بکنید. فایل دیجیتال میتونی بفروشی، فایل فیزیکی میتونی بفروشی، محصولات مختلف میتونی ایجاد بکنی، محصولات گروهی میتونی ایجاد بکنی، میتونی ویژگی بده به محصولت. همه کار میتونی انجام بدی. دقیقاً یه دیجیکاله کامل میتونی به وجود بیاره غیر از بحث ارسال انبارش. قبول دارید؟ غیر از بحث ارسال انبارش که دیگه خیلی افزونه تو افزونه قاطی فکر کنم بکنه. خب ولی اونو مثلا یه کد ساده میتونه برات انجام بده. ولی ووکامرس همه کار انجام میده برات. همه کار. بعد به تمام درگاه‌های بانکی وصل میشه، تمامی امکانات رو بهت میده. دیگه نمیدونم اگر عکس‌های مختلفی می‌خوای برای محصولات بذاری، اصلا هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. دقیقاً نظرات کاربران قشنگ میتونی براش بذاری. هر چیزی که دیجیکاله داره دقیقاً با ووکامرس هم میتونی درست بکنی. و موردی هم که داره بعداً بهتون میگم باز ووکامرس شاید خیلی کامل نباشه. خب باز برای ووکامرس اومدن چندین پلاگین دیگه درست کردن. البته پلاگین‌ها خیلی زیاده، من 3-4 تاشو بیشتر نمی‌بردم. چون فقط من با اونا کار میکنم. اونا باز میان ووکامرس رو خیلی حرفه‌ای‌ترش میکنن، امکاناتش رو خیلی بیشتر میکنن. مورد بعد ایزی دیجیتال دانلود هست. ایزی دیجیتال دانلود پیش نیازش حتما باید ووکامرس باشه. یعنی اگر ووکامرس نباشه ایزی دیجیتال دانلود کار نمیکنه. چرا ایزی دیجیتال دانلود به وجود اومده که بهش معمولا میگن EDD. ایزی دیجیتال دانلود برای فروش محصولات دانلودیه. مقاله، فیلم‌ها، آموزشی و اینجور چیزا.
چرا این به وجود اومد؟ ووکامرس وقتی طرف میخواد خریدش رو انجام بده، ازش نام خانوادگی، کد پستی، آدرس، شهر، کشور، همه اینا رو ازش میپرسه، طرف ممکنه خریدش باشه. حالا این اومده چیکار کرده؟ طرف وقتی روی لینک کلیک میکنه، وارد یه صفحه‌ای میشه، نام، ایمیل، نام و ایمیل و یه چیز دیگه ازش میخواد. نام خانوادگی، ایمیل. همین. این سه تا رو میخواد. نام خانوادگی هم مجبور نیست پر بکنه، فقط دو تا چیز رو پر میکنه. و یک بارم که پر کنه بار بعد دیگه ازش نمیخواد، یعنی با 2 بار کلیک وارد صفحه بانک میشه و به راحتی میتونه خریدش رو انجام بده. این توی فروش محصولات دانلودی فوق‌العاده تاثیرگذاره، ایزی دیجیتال دانلود. و حتما همونطور که گفتم باید ووکامرس رو نصب کرده باشید و بعد ایزی دیجیتال دانلود رو نصب کرده باشید. اینا برای فروش محصولات دانلودی. محصولات دانلودی مثلا یه مقاله چیزی میخوایم. آره مثلا ایشون مثلا جزوه میفروشن، من آموزش آنلاین میفروشم، مثلا آموزش طراحی سایت همش ویدیوئه دیگه، لینک ویدیومو میذارم داخل این دیجیتال دانلود، شما خریدتون انجام میدید، بعد لینک‌های دانلود رو بهت میده، میتونید دانلود کنید به این شکل. یا اینکه من میخوام کارگاه برگزار کنم، برای کارگاه برگزار کردن که من از طرف شاید آدرس خونه‌شو نخوام، شاید موبایلشو نخوام، با این EDD میتونید راحت اون تعریفتون رو انجام بدید، اون کارگاهتون رو، قیمتش و همه اطلاعات رو میذارید داخلش، یه دونه لینک بهتون میده. اون لینک رو هر جا که بذارید یه دکمه ایجاد میشه که هر جا که بذارید مستقیم یا میتونه وارد صفحه خریدش بشه یا میتونه وارد اون صفحه محصول شما بشه که به راحتی طرف میتونه کار بکنه. خیلی باید باش کار بکنید. یه کوچولو شاید سخت باشه ولی خب اگر دستتون بیاد دیگه خیلی به درد می‌خوره. حالا من چیزی هم پیشنهاد دادم، این ایزی رو خیلی نمیدونم چرا انقدر معروفه. افزونه‌هایی هست مثل بود دیجیتال دانلود یا بود دانلود دیجیتال یا چیزی روی ووکامرس میشینه، فقط کارش همینه، وقتی محصول شناسایی می‌کنه که دانلود چیز زده باشیم این فیلدر رو پاک می‌کنه، فیلد رو میذاره نام خانوادگی، ایمیل، دقیقاً همین کارو انجام میده. اون فیلدر رو کم می‌کنه، اصلا هیچ تنظیمی هم نمی‌خواد، هیچ هم میدونم، ولی بازم چیزش زیاده. نه بازم یه دونه یکی شما میگی، یه دونه هم تعداد مراحلش بازم یه دونه بیشتره. مثلا الان عدد آنلاین EDD شما تا دلت بخواد ارزونه هست. نه اون اصلا چیز نداره، اون رو خود ووکامرس میشینه. یعنی ووکامرس شما که مثلا به زرین پال وصل شده به بانک ملت یا هر چیزی، این کاری نداره، این فقط یه کار کوچیک می‌کنه. فقط همین. آره اینا هستش، من معرفی کردم دیگه. آوازه رو اینا ووکامرس چک‌آوت منیجر. این چک‌آوت منیجر کلاً چک‌آوتتون رو تنظیم می‌کنه. چه برای دانلودی، چه برای مجازی، چه برای محمولی. اما اون بود دیجیتال که بهتون میگم فقط کارش اینه وقتی محصول دانلودیه میاد فیلدر رو کم می‌کنه، تشخیص میده محصول دانلود. خودمون تیک وقتی می‌زنیم تو آره این تشخیص میده وقتی اینجوری فیلدر رو کم می‌کنه. مثلا برای همین در من رفتم اینو پیدا کردم. آره بعد مثل ایدیتی نیست، تنظیمات و یادگیری نه، یعنی الان همزمان میشه توی سایتی هم محصول دانلودی فرو با اون روش، بله هم محصول خوب خیلی. آره این دقیقاً همین کارو می‌کنه. خب پس بود دیجیتال دانلود هم اضافه کنیم. ساختم خاصی بگید براتون این خیلی منم آموزش چیزو ساختم اگه خواستید بگید. نه آموزش کلی رمزی کسب و کار اینترنتی. بکنم این اسمشو دانلود کردم. آره اونو گذاشته بودیم برای دانلود دیگه. یه قسمت زیادش رو رایگان گذاشته بودیم. اصلا کوچیکیشو که مثلا دیگه خیلی کلیدیه و هر کسی بلد نیست اون ایزی دیجیتال دانلود بود که اونم خب خیلی مهم بود. حتما ندید شما. من سایت فروش فایلم با رسپشاپ بود و همیشه به خودم گفتم اگر با ایدیدی شروع میکردم اون موقع خوب ایدیدی نبود. آره. الان به 60 میلیون 600 میلیون. آره خودش. خیلی از سئو خیلی تر. سئو کلا چون در پای وردپرس، چون وردپرس از لحاظ سئو قوی‌تر از پرستاشاپه. آها وردپرس رو دارید میگید چون البته ایزی دیجیتال داره. خب آخه وردپرس اگه بخوای فایل بفروشی باید با ایدیتی بفروشی. اون موقعی ما با ایدیتی سایت رو زده بودیم شاید خیلی موفق‌تر میشه. ایراد نداره. درست دوباره حالا ووکامرس همونطور که گفتم امکاناتش خیلی کامل نیست. خب یه سری محدودیت‌ها داره که اون محدودیت‌ها رو دوباره میشه پلاگین نصب کرد. اون پلاگین‌ها میان روی ووکامرس سوار میشن و امکانات ووکامرس رو میبرن بالا. چی هن؟ یه دونه ووکامرس چک‌آوت منیجره. این ووکامرس چک‌آوت منیجر میاد تعداد فیلدایی که از کاربر درخواست میکنه که پر بکنن رو کم میکنه.
خب مثلا سوال کردن در مورد کشور، در مورد کد پستی، اینجور چیزا رو شاید طرف نیاز نداشته باشه، یه دونه آدرس از طرف داشته باشه کافیه. اینا خیلی خیلی باعث افزایش فروش میشه. یه دفعه شما میخوای خرید بکنی، یه صفحه برای باز میشه 20 تا فیلد رو باید پر بکنید، ترجیح میدید که اصلا خرید نکنید. در صورتی که با این میتونید کامل اونا رو مدیریت کنید، هر چندی که طرف دلش خواست میتونه پر بکنه. ووکامرس چکاوت منیجر و مورد بعدی ووکامرس ریکاور اباندنت کارت. این میاد افرادی که گفتم میان سبد خرید رو نگاه میکنن، میان اون فیلدها رو نگاه میکنن، میبینن که مثلا زیاده پرش نمیکنن رو، اینا رو میگیره، ایمیلاشون دریافت میکنه و بعد ما براشون ایمیل میزنیم، میگه مثلا چرا خرید نکردید، بیا براتون مثلا فروش ویژه براتون قرار میدیم، بیا مثلا تسهیلات بیشتری براتون قرار میدیم، بیاید از ما خرید رو انجام بدید. بهشون کد تخفیف بهشون میدیم که بیاد این خریدها رو انجام بدن. پس ووکامرس ریکاور اباندنت کارت افرادی که اومدن توی اون بخش چکاوت اما از ما خرید نکردن رو ایمیلشون رو میگیره و بعد ما با سیستمایی مثل میلچین، مثل میلرلایت که توی ایران نمایندگی داره، براشون به صورت اتوماتیک، یعنی اصلا شما نیاز دست به هیچی بزنید، تعریف میکنید کسانی که خرید کردن و خواستن خرید بکنن اما خریدشون کامل نشده بره توی لیستی و هر کسی که وارد اون لیست شد به صورت زمان بندی شده کاملا هدفمند براشون یه ایمیل هایی ارسال بشه. تمام اینها رو خودتون میتونید انجام بدید.